سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز 21 شهریور خواستم راجع به یه موضوعی باهاتون صحبت کنم. هممون میدونیم که 25 شهریور قراره یه بلای سر اینترنت ها بیاد. اوکی. خواستم اینو بهتون بگم، یعنی از الان روشن کنم این قضیه رو که من امسال زورم نمیرسه که بخوام مثل پارسال که فعالیت نکردم فعالیتمو متوقف کنم. پارسال فکر می‌کنم 6 7 فعالیت نکردم، میتونستم. امسال نمیتونم. خواستم اینو بهتون بگم. و این که خودم هم راضی نیستم. کسی هم بیاد چیزی بگه خب حق داره. خودم همه چی رو میدونم، در جریانم که چه خبره. اینو خواستم از الان روشن کنم قضیه شو که بعدن بگم دیگه. اگه بعدن هم لازم باشه میام اضافه میکنم چیزی رو. جدای از اینا، اون چیزی که تو ویدیوها میبینین، اتفاقی که تو ویدیوها میفته، خنده هایی که هستش، اون انرژی که تو ویدیوهای اونها قالب ویدیو یوتیوبه. یعنی این که صرف این که اون خنده‌ای که تو ویدیو میبینین دلیل بر این نمیشه که من خیلی خوشحال و شاد و این ور اون ور از اینجور چیزا. این چیزیه که در واقع هستش. خواستم اینو بهتون بگم دیگه. دمتون گرم، مواظب خودتون باشین و همین. خدافظ.